Уникальная формула таблеток Пардифен действует комплексно при головной боли, боли в суставах, воспалении и простуде. Пардифен. Не дай боли ни одного шанса. O'zbekiston boshlab Qirg'izistonni mag'lub kardi bo'yicha hisobi 2-0 va darvozjo'yi davri seyum malakay Afg'oniston ba tavri hangumavi Eronro tavonista bo'l shikast midiyat bo'yicha hisobi 2-1 va 6 imtiyoz بسیار عالی از دیفوگر گذشت و موقع خالی رو در دروازه و دید دروازه‌بان اشتباه کرد. یک تلاش دیگری کبود پوش‌ها و باز محمد یوسف در جریمه‌گاه بود. تو باز ضربه نوبتی از طرف این بازیکن. ضربه زده می شود روز جانبی دروازه افغانستان و دروازه‌بان با مشکلی در رأس توپ قرار دارد. پرتاب به داخل جریمه‌گاه حمله ادامه می‌یابد. باز یک پرتاب دیگر ضربه به سر و گل دوم منتخب ازبکستان رو ما در دقیقه 30 تکرار این صحنه رو می‌بینیم. وضعیت استانداردی سبب می‌شود که منتخب ازبکستان بار دوم در دور امروزه با زدن گل دست یابد. هجوم نوبتی منتخب ازبکستان و حمله خیلی هم خوفناک در اجرای بازیگران منتخب ازبکستان ضربه از پایان قرار گرفت پس از تاجیکستان. هرچند حالا منتخب ما بازی نوبتی خود را مقابل ایران دایر نکرده است، یعنی پس از یک ساعت دیگر در انمی ورزشگاه بازی خود را برگزار میکند. حمله نوبتی و ضربه خوفناک جانب دروازه افغانستان و علاوه کرده داور است و این گل در خاطر با همین تمام منتخب ازبکستان پیروزی به دست آورد در این رقابت با حساب 3-3 بر مقابل افغانستان و با کسب 9 امتیاز در جای دوم قرار میگیرد.